Assalomu alaykum binandagon muhtaram. Bosh diplomli vracholog, androlog, xirurg, vrachol tuzko'y diagnostika qilgan joyimdosh. Binandagon muhtaram, bisyor kasb mepursanki, zaifira yoki naxestan o'zi mardoniga, so'z naxestan o'zi mardoniga chiqib tabobat qiling. Va tabobat ish har xil است و ما امروز کنگره‌ایم همون گفتنی هستم که تبابت کردن به ما باید کسل به همه چیزی که در امکانیت ما هسته باید ما باید предлагать کنیم یعنی توصیه کنیم یکمش این داروها دومش این инъекция ها سومش значит این имплантация لیکن имплантация هم сразу کنیم میشود да میشود و имплантация از همه زور 99% خودت یordam میتیاد فایده میکند همین فقط ایمپلانت دیگرش رفته همین دوری هم تاثیرش پس میشود اینیکسی هم اوکول هم پس میشود اوکول یعنی من با میگم عضو مردانه خودش به اوکول میکنه اگر ایمپلانتاسیا را برای چی گفتن که ایمپلانتاسیا سراز ما میتونیم شما توصیه کنیم از سببی که ایمپلانتاسیا همین خیلی چیز هست که مثال بسیار سوالنامه گذراندگی این سوالنامه همین چیز است که آدمایی که چند آدم 200,000 آدم ایمپلانتاسیا کردگی پیش از همه دارو قطعی تبابت کرده و هوای پرسیدگی اگر شما درباره ایمپلانتاسیا میدونستین همین پینین ایمپلانتاسیا میدونستین هوای میکردین اول ما نمی و جواب دادن که خب ما درباره ایمپلانتاسیا نفهمیدیم که نباشد دارو قطعی تبابت کرد اگر میدونستیم اول میمونیم برای چی برای که دارو میخورن سرش در میکنن بعد پیش از همخوابگی 1 ساعت پیش خوردن در تیاری دیدن در اسپاندنز یعنی سراز همخوابگی کردن نمیتونن برای همین دوبنه هم 100% فقط ایمپلانتاسیا همون ایمپلانتاسیا را ما در شهر مسکو میکنیم یکی جدا با چی گپ هسته مثال هسته اورولوگ ایمپلانتاسیا نمیکنه دیگه اورولوگ روی نمیکنه میگه که نکن این چیزی گنده این چی در کره اپراسیون جو پراتز میمونه این پراتز نیست و پروس ایمپلانت باید هر در مبین چند سال تبابت میکنه مثال تبابت میکنه همون بیمارده دارو قطعی چیز قطعی لیکن یordam نمیده آخر میبینید که میاد اما ایمپلانتاسیا میمونه خرسان شده میگردد برای که همخوابگی 100% میشه و همین چیزا ما در شهر مسکو در شهر تشکیل میمونیم همین اپراسیون میکنیم میتونید با ما مراجعت کنید درباره همین سوال داشته باشید میتونید در کامنتری بنویسید خونده البته ما جواب میدیم و سوالی که درباره همین باشه که ویدیو نباشه ما ابزار نه دنی ویدیو برای شما میبریم بینندگان محترم با ما ابونه شوید پادلیتسا کنید و کامنتری نویسید سلامت باشید